بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان عزیز. من سید حسین موسوی هستم در کانال مستر یوتیوب. امیدوارم روز خوبی رو سپری کرده باشید و امروز میخوام بهتون یک قسمت دیگه از این شات رو یاد بدم، همونطور که قسمت قبل توی اون که ویدیو گفته بودم. امیدوارم لذت ببرید از این ویدیو. لایک و ساب فراموش نشه دوستان عزیز. بریم که شروع کنیم. خب دوستان عزیز، من اومدم توی قسمت فتوشاپ. من در قسمت قبل با هم کولاژ کار کردیم. بهتون گفتم که در این قسمت میخوایم با عکس خالی کار کنیم. اگر دوستان عزیز قسمت قبل کامل یاد نگرفتید، میتونید یک بار دیگه ببینید. من سعی می‌کنم حجم ویدیو خیلی کم باشه، سریع توضیح بدم که شما راحت بتونید ببینید و کامل یاد بگیرید. دوره هم که آفلاینه میتونید برگردید و تماشا کنید. میریم تو عکس، یک عکس انتخاب میکنیم. الان مثلا من یک عکس میخوام از خودم انتخاب کنم، مثلا از یه پس زمینه سفید دوستان خودم هستم، از این ور شروع میکنه. بعد دوست چیزی بگم، ما ادامه بدیم این چنل رو با هم، میبینید که همه قسمتاش اول اینکه این همه، یعنی مثلا کولاژ و عکس با هم خیلی شبیه همه، یعنی کار خاصی نداره انجام بدیم و خودتون هم میتونید انجام بدید. من تو این دوره اومدم در کنار شما بهتون آموزش رو یاد بدم و امیدوارم از این آموزش لذت ببرید. خب اولش بومه، بهتون گفته بودم سایزهای مختلفه. اگه واسه اینستا میخواید این دوتا، واسه فیسبوک این دوتا، اینم که یادم رفت و دیگه خودتون میتونید انتخاب کنید. من همیشه سعی میکنم فیتو که اگر فیت هم بعضی وقتا میشه، ولی اگه میخوایم پشتش یا دور براش پس زمینه بزنیم، بهتره که دوستان مثلا این گزینه باشه یا این هم خوبه. 9:16 همین خوبه به نظر من. حالا بسی باز هم فایلتون داره که افقی باشه یا عمودی، هر کدوم که بخواید میتونید انتخاب کنید و کارشو انجام بدید. حالا مثلا ما همون 9:16 میکنیم. تیکو باید بزنید دوستان عزیز. حالا من باز این تیکر رو در دوره بیشتر توضیح میدم. میبینید دوستان تیکر رو 100% هم بزنید لطفا که سیو بشه واسهتون. اما دیگه کل عکس هم دیگه اینطوری میشه دوستان. بعدش میرسیم به گزینه فیلترها. من دقیقه اینترنت هم خاموش کنم. میرسیم به قسمت فیلترها، میذاریم روش. فیلتر هم واسه رنگ اون عکسه، یکی که اصلی باشه همونطوری که خودم گرفتم، رنگ زرد باشه، سبز باشه. این حالت مختلف داره که خودتون میتونید برید تا ته انتخاب کنید و بستگی باز به فیلمتونم یا به عکستون داره. باز این گزینه تو فیلم هم هست، میتونید انتخاب کنید. خیلی کار راحتی تا ته داره، میتونید برید هر کدوم که بخواید و بزنید، کار سختی نیست. این از این. هر کدوم خاصی من همیشه سعی میکنم بین این اولی انتخاب کنم و معمولا من این انتخاب میکنم. خیلی قشنگه به نظر من. باز سلیقه تنظیم کردنم که فعلا دوستان میگم فعلا کاری نداشته باشی. تنظیم کردن که اصلا حالا کاری نداره، راحت انجام میشه، ولی حالا بهتون توضیح میدم. ولی هنوز واسه شما دوستان عزیز زوده. میرسیم به اثر دوستان. بیارم اثر، ببینید اثر، میریم رو اثر. حالا چون عکسه ولی تو فیلم خیلی گزینه خیلی خوبه و باش حالا تو عکس پیشنهاد نمی‌کنم کار اصلا انجام بدید، بهتره تو ویدیو انجام بدید دوستان عزیز. الان مثلا اینطوری میشه، اینطوری این مدل میشه. اینا به نظر با عکس خفن نمیشه دوستان. باز حالا هر جو صلاح میدونید خودتون بزنید، نخواستیدن نزنید. گزینه بعدی پس زمین است دوستان عزیز. پس زمینه رو که بزنیم
بهتون گفته بودم اون اولش واسه ابعادش میتونید انتخاب کنید که کدومش رو بردارید و اونجا یا عکس خودتون باشه یا پس زمینه‌ای بذارید، واسه ویدیو هم خوبه. الان این قسمته هم میتونید اونایی که خودش به صورت پیش‌فرض داره بذاره. الان مثلا میبینید این دورا رو میبینید دوستان. عوض میتونم تار کننده خودم هم بزنم. الان اینو پاک کنم مثلا اینطوری. صلاح خودتونه دوستان. من یه ذره عسل قطع کنم، عسل اصلی باشه، این الان اینطوری بشه. بعدش میرسیم که به برچسب هم میتونید استیکر بذارید، هر استیکری که دوست دارید. ولی من اصلا باز میگم واسه عکس پیشنهاد استیکر نمیکنم، چون اینا همه‌شون استیکر متحرکه ولی الان استاپ شدن چون عکسه. ولی الان مثلا میتونه عکس خفنی بود تو طبیعت از خودتون بود بخواستید استوری کنید تو یوتیوب، اینستا، هر جایی میتونید بزنید و کیفشو کنید. اینم باز تو خودتون میتونید انتخاب کنید. میرسیم به متن. رفتم تو متن. میتونیم متن تایپ کنیم دوستان. میبینید حالا متن تایپ میکنم، بعد میتونیم از اون ور مثلا رنگشو من یه متن پیش‌فرض بنویسم دوستان. الان مثلا یه متن پیش‌فرض من اوکیه. میرم تو رنگ، میتونم رنگشو انتخاب کنم چه رنگی باشه، سفید، مشکی، قرمز، هر رنگی. الان مثلا تو این تصویری که الان پشتی حالت زرنگه، یه رنگ قرمز ببینم گوشا قشنگ میشه. حالا باز اگه رو صورت خودم بخوام بذارم یا مثلا مشکی خیلی خوبه. بعدش میتونید فونتش رو انتخاب کنید. یه دونه فونت پیش‌فرض خود موبایلتون داره، یه دونه میتونید مختلف هر جوری که بخواید، بستگی به ویدیوتون داره. البته چون زیاده میتونید راحت هر بار یکیشو انتخاب کنید، ولی باز حالا سلیقه بین خودتونه. من به نظرم این خیلی قشنگ میکنه. بعدش میتونیم اندازش بزرگ بشه، کوچیک بشه. پیش‌فرض خودش خوب بود، 22 خوبه. اینم حالت قوسشه، خیلی خوبه. اینا خودم تازه یاد گرفتم و واقعا خیلی قشنگش میکنه این کار. حالت دایره‌ای و تازه اینو خیلی تو ویدیو خیلی قشنگ میکنه. میبینید دوستان این قسمت اینم گزینه سمت راست علاوه کشیدنش دوستان، گزینه سمت چپم علاوه بزرگ کوچیکش. و اینم میتونید تایپ کچ کنید، بزرگ کنید، خط بزنید زیرش، پررنگ کنید. اینا و کار خیلی راحتیه. حالا میتونید تو متن، من باز متن رو پیشنهاد نمیکنم، تو تصویر متن رو من مثلا پیشنهاد نمیکنم دوستان، ولی باز میتونید بزنید، سلیقه خودتونه. من نمیذارم بذارید این استیکرم پاک کنم. خطی کردن که به یه فونت خاصی خطی میکنه. مثلا این فونتش اینطوری خطی میکنه، این فونتش اینطوری خطی میکنه. باز بستگی به خودتون داره. الان مثلا من از اولش کنم، این مثلا میتونم دور صورتم بزنم، باز این قشنگش میکنه. یا نه بخوام اینطوری خطی میتونید انتخاب کنید. من اینو تو عکس پیشنهاد نمی‌کنم، ولی تو این عکسی که فقط ساده است پیشنهاد نمی‌کنم. مثلا یه عکسی از پشت خواهید نگاه کنید و اینا خیلی زیباش میکنه. باز این سلیقه‌ای میتونید بزنید، نخواستم میتونید نزنید. بعدیش که برش آخر این ویدیو بهتون توضیح کوتاهی میدم. PIP هم به همون برش هست و قابم که بهتون توضیح داده بودم، قلبیش، دایره، هر جوری که بخواید میتونید کنید. الان سایزش هم میتونم بزرگ کوچیکم کنم، حالا بس به خودتون داره. قلبم قشنگ میکنه برای پروفایل اینستا، یوتیوب، اینا خیلی خوبه. میذارم چرخش هم که میتونید برعکس کنید، زاویه دارش کنید. اینه بچرخوندش. خب بزرگ نمایی اینا خیلی کار راحتیه. رو توشم که حالت دوستان میشه گفت الان توضیح میده. حالت مثلا میشه گفت
مثل حالت کار فتوشاپیه، میتونه اونجاها رو بزرگتر کنه و روتوش خیلی خوبه. ولی شما الان دیدید من خودم دانلودش نکردم، روتوش و واسه عکساس فقط که میتونید یه جایی رو جای خاصی بزرگ کنید، سفیدترش کنید. این کار فتوشاپه، کار راحتیه. بعدش گزینه صادر رو میتونیم بزنیم، صادرات صادر میشه. چون عکسه کار خاصی نمیشه کرد. الان هم اینجا هم تبلیغ دوستان، من استوب میکنم تا تبلیغ رد بشه دوستان. از خودش رد شد. خب دوستان تبلیغ رد شد، عکسمون صادر شد. الان این عکس رو میتونید در پروفایل یوتیوب، اینستا، هر جایی که بذارید. من حالا در ویدیویی که دیشب گذاشته بودم واسهتون بگید تو همون عکس‌های کلاژ و تلفیقی یه عکس درست کردم گذاشته بودم پروفایل ایتام و اونم دیگه میتونید اون ویدیو ببینید و خودتون انجام بدید. کاری که من الان یه توضیح کوچیک بدم خودتون یاد میگیرید. اینم شد از عکسمون، عکس خاممون دوستان. بعد اینجا میتونید اشتراکش کنید به هر جا که بخواید و امیدوارم لذت برده باشید. لایک و ساب یادتون نره. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و تا درود دیگر بدرود.